هلو، سلام ای انسان خوشگل، سلام روح زیبا. من اومدم بهت بگم که بشین پای پروژت. نمیدونم حالا میخواد نقاشی باشه، میخواد نوشتن باشه، شعر، داستان، کتاب، میخواد پروژه کامپیوتری باشه، هر چی، همون چیزی که هی صدای تو مغزت بهت میگه بیا بریم انجامش بدیم، ولی اینطوری که انرژیش هم نداری ولی دلت هم میخواد، اینطوری که اصلا حالش ندارم، حالم خوب نیست فلان، ولی میخوای انجامش بدی. بشین پاش، ببین، میفهمم اون حسه رو، میفهمم. خب ولی اینو باید بهت بگم که باید اینو بدونی، اون لحظه ای که شروعش میکنی حست کاملا عوض میشه. امروز اومدم واقعا اینو بهت بگم و اگه اینو داری تا الان تا اینجا گوش میدی اینو نادیده نگیر. من امروز همین انرژی رو داشتم، واقعا حس گیر کردنی داشتم و من نقاشی میکنم. من عاشق نقاشی کشیدنم، هیچ کارو اندازه نقاشی کشیدن تو زندگیم دوست ندارم. با این حال به خودم میبینم بعضی وقتا مقاومت دارم به اینکه بشینم نقاشی کنم و امروز قشنگ حس رو داشتم و تصمیم گرفتم که دیگه اینطور میدونی بعضی وقتا خودتو آروم اینطور بشه که باش میفهمم، میدونی اوکی و بیای خودتو بشونی، رنگاتو بیاری و شروع کنی نقاشی کشیدن یا پروژه انجام دادن. یا خود بگو آقا برو 5 دقیقه نه 2 دقیقه انجام بده، اصلا حالا عوض نشده نداره، 2 دقیقه انجام ده.